بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، خوش آمدین به درس سوم ویندوز. البته ما درس را که قبلا خواندیم تا قسمت نیو بود که در اینجا ما چطور میتونیم آیکون های جدید را ایجاد کنیم. بخش بعدی که ما امروز میخوانیم دیسپلی ستینگ و پرسونالایز، ما بعدا انشالله خواهد خواندیم، چون تنظیمات عمومی خود بخش کامپیوتر است که در اینجا تمام بخش ها را ما میتونیم که تغییرات ایجاد کنیم. انشالله در اخیر تمام از این بخش را ما شما خواهد خواندیم. و قسمت پرسونالایز هم به این شکل اونمو آپشن یا اونمو صفحه عمومی بر ما باز میشه که در اینجا ما میتونیم تغییرات عمومی و تنظیمات عمومی را بیاریم. بخش بعدی قسمت باز کردن در پایانه، البته از صفحه CMD را بر ما شما باز میکنه که در اینجا ما میتونیم از طریق کدینگ بسیاری از کارها یا فعالیت ها را ما انجام بدیم. یعنی کسایی که در بخش CMD معلومات کامل دارن و با پسورد ها و با فرمول های مختلف را میفهمن، میتونن که فایل ها را باز کنن، فایل ها را دیلیت کنن، یعنی فرمت کنن فلش یا خود درایو های کامپیوتر، یا حتی ساخت بعض ویروس و بعض موضوعات دیگه هستن که در خود CMD، البته با پروگرام هایی که یا با فرمول هایی که از اینجا ذکر میشه و بعدا اونمو عمل یا اونمو عملیه را انجام میده. خب در قسمت بعدی شو مور آپشن های مختلفی که در ویندوز های مثلا ویندوز 7 زیادتر نمایش میده، به اون شکل بر ما در اینجا نشان میده. البته اونمو آپشن هایی را که ما در این قسمت ما قبلا خواندیم، ایرا به یک دیزاین مسابقه یا دیزاین اولیش بر ما نشان میده. مثلا در قسمت ویو را ما شما تمامش خوانده بودیم که آیکن های روی صفحه بر ما نشان میداد، سورت بای با ما تنظیم میکرد، آیکن ها را رفرش تازه میساخت، پیست یعنی چیزی را که ما کپی کرده باشیم بر ما پیست میکنم، اندورینیم کدام کار را ما انجام داده باشیم پس دوباره ما را به عقب میبرم، باز کردن در پایانه یعنی در قطعه صفحه CMD را بر ما باز میکنه. نیو اونمو بخشایی بود که ما قبلا خوانده بودیم. قسمت دیسپلی ستینگ و پروپرتیز که وقتی کلیک میکنیم اون تنظیمات عمومی را بر ما شما باز میکنه که ما گفتیم بعداً باز انشالله تمامش میخوانیم. خب این بود بخش شو مور آپشن. در این قسمت ما دو بخش ما مونده که یکی دیسپلی ستینگ است و پرسونالایز که انشالله بعداً باز ما شما را میخوانیم. حالا ما میریم در قسمت تنظیمات عمومی خود کامپیوتر که به نام کنترل پنل یاد میشه. در قسمت کنترل پنل البته یک بخش عمومی خود کامپیوتر است که تمام تنظیمات را که ما خواسته باشیم از هر بخش را که خواسته باشیم در اونجا قرار داره و ما میتونیم در اونجا تغییرات بسیار عمومی یا کلی را ما ایجاد کنیم. خب در این صفحه وقتی که ما چطور میتونیم خود به صفحه کنترل پنل ما شما دسترسی پیدا کنیم یا بریم در قسمت استارت منیو را کلیک میکنیم و در قسمت سرچ ما شما نشته میکنیم CONT کنترل به ماده قسمت ببینیم. یعنی وقتی که ما بالای کلیک میکنیم صفحه کنترل پنل برای ما شما باز میشه. این البته صفحه عمومی کنترل پنل است که تمام تنظیمات هر بخش در اینجا قرار داره. چرا اول ما میخوایم این را بخوانیم و بعدا بریم در قسمت بخش تنظیمات دیسپلی ستینگ و پرسونالایز؟ به خاطر از اینکه تمام این تنظیماتی که در این قسمت ما میخوانیم کلش در اینجا جدا یا به شکل جداگانه معرفی شده و هر کدامش ما میتونیم از اینجا تغییرات بیاریم. وقتی که ما مکمل تمام تنظیمات ما خواندیم، بعدا در این قسمت ما بسیار ساده میتونیم که بعض تغییرات اضافه تری که در ویندوز 11 آمده ما در این بخش میتونیم که از او باز استفاده خوبتر کنیم. خب در زمانی که صفحه کنترل پنل بر ما شما باز شد، در اینجا ما این بخش های مختلف داریم. اولا خب وقتی که ما در یکی از بخش ها ما میریم توسط از این دو تیرک ما میتونیم پس از صفحه عقب یا صفحه بعدی بریم و در اینجا بر ما نشان میده که فعلا ما در کجا قرار داریم. قسمت سرچ هر تنظیمات را که شما کار داشته باشین در اینجا شما نامش میزنین و بر شما اونمو تنظیمات بر شما میاره. و در قسمت ویو بای بخش بسیار مهم است که در بعضی از کامپیوترها به شکل کاتگوری نشان میده که وقتی که شما کنترل پنل را باز میکنین به این شکل بر شما نشان میده و شما فکر میکنین که حتما آپشن های زیادتر در کامپیوتر شما نیست، ولی زمانی که شما در بخش کاتگوری میایین بخش لارج آیکن انتخاب میکنین دوباره اونمو آیکن ها را تمامش بر شما نشان میده، یا به شکل اسمال انتخاب میکنین باز هم اونمو آیکن ها را به شکل کوچکتر به شما نشان میده. خب اولین آپشن یا اولین بخش را که ما شما میخواهیم که بخوانیم بخش اوتو پلی است. البته قابل ذکر است که در اینجا تمام بخشایی که شما میبینین هر کدامش
بخش های مختلفی از کامپیوتر، یعنی یک بخش مهمش کار تنظیماتش هست که وقتی که ما این تمام خواندیم و یاد گرفتیم، ما میتونیم که کامپیوتر یعنی خود ما جور کنیم. اگه کدام بخشش مشکل پیدا میشه یا پیدا میکنه، ما در اون بخشش میریم. مثلا در قسمت ماوس بعض مشکلات می داشته باشیم، در بخش ماوس میریم اونمو مشکلات تا نظر به نوع مشکل ما میتونیم از این قسمت ما رو حل بسازیم. خب در بخش اوتو پلی، قسمی که از نامش معلوم است، یعنی اتومات بر ما پلی کو. چرا بر ما پلی کو؟ زمانی که ما یک فلش در کامپیوتر دفعتاً وارد میکنیم، یا ای که در خود سی دی روم یک سی دی رو میندازیم، یا یک دیوایس یا یک تلفن رو وصل میکنیم، یا کامera رو وصل میکنیم در کامپیوتر، یعنی اینی وسایل جانبی است که وقتی ما ایره وصل میکنیم در کامپیوتر، بر ما آلت پلی از چگونه باید باشه، اتومات بر ما پلیش کنه یا چی آلت را باید انجام بده. در قسمت اوتو پلی ما میتونیم این تغییرات و تنظیمات عیار بسازیم. زمانی که بالای من کلیک میکنم، در این قسمت ما شما البته چند آپشن ها داریم که هر کدام از این کارهای مختلف را انجام میده. در بخش اولش مکمل مربوطه بخشی، خب قسمت اول use autoplay for all media and device، وقتی که فعال باشه autoplay آلت اتومات پلی را بر ما در تمام دیوایس هایی که در کامپیوتر ما وصل میشه فعال میسازه. حالا در قسمت پایین هر کدام شما جدا جدا میتونیم تنظیماتش عیار بسازیم. مثلا زمانی که ما یک فلش در کامپیوتر وارد میکنیم که فلش یا چپ یا چپ ریدر تمامشان مربوطه به یک بخش میشه، وقتی که ما در کامپیوتر وارد میسازیم چی عملی را باید انجام بده؟ choose a default، یعنی اینجا ما کلیک میکنیم در اینجا کدام عملیه را باید انجام بده. یعنی در بخش اولش configure storage setting، یعنی مستقیم وقتی که ما کامپیوتر فلش در کامپیوتر وصل میکنم مرا در صفحه استوریج خود فلش میبره که در اونجا بر من نشان میده که حافظه کامپیوتر چقدر است. اگه این بخش تک مارک باشه، یعنی به این معنی که هر بار که شما فلش در کامپیوتر وصل میکنین اتومات بخش استوریج فلش در روی صفحه بر شما باز میشه. یا من میگم نه این کار انجام نده، بلکه تک نو اکشن هیچ عمل را انجام نده، یا میگم که نه بیا open folder to view file، یعنی اگه من این انتخاب میکنم به این معنی که وقتی که من فلش در کامپیوتر مندازم یک فولدر برام باز میشه، دفعتاً در روی صفحه باز میشه، اما فایل هایی که در بین فلش هست کلش بر من دانه دانه نشان میده که در بعض موارد خوب است و بعض موارد خوب نیست، بخاطر از اینکه بعضی فلش ها ویروس می داشته باشه. وقتی که ما رو مندازم دفعتاً فولدر بر من باز میشه، همه چیزی که در ویروس یا هر برنامه که کلش بر من دفعتاً نشان میده. و قسمت ask me every time یک فولدر که خورترک در روی صفحه بر ما باز میشه و بر ما از پیش ما پرسان میکنه که چی کار تو میخوای انجام بدی، آیا میخوای ایره پلی کنی، ایره میخوای که باز شوه یا کدام کار باید انجام شوه. خب در اینجا ما نوعیت از این انتخاب میکنیم که کدام عمل باید بر ما انجام بده. در بخش بعدی حالا اگه در این فلش ما اگه پیکچر یا تصویر می باشه، تصویر چی کار باید انجام بده؟ هیچ کدام عمل را انجام نده، اما فولدر بر ما باز کنه یا ask me every time، یعنی به این معنی که اگه در فلش ما تنها تصویر می باشه کدام کارها را باید انجام بده. اگه تنها ویدیو می باشه اتومات بر ما پلیش کنه، میگیم همین فلش وقتی که مندازم این بخش اگه فعال باشه اتومات در VLC میدیا پلیر بر ما پلیش میکنه، یا در میدیا پلیر کلاسیک بر ما پلیش میکنه، یا هم در خود ویندوز میدیا پلیر بر ما پلی میکنه. یا تک نو اکشن هیچ کدام عمل را انجام نمیده، یا فولدرش بر ما باز میکنه، یا همیشه میگیم از پیش ما پرسان کنه که یعنی کدام عمل باید انجام بده. اگر موزیک می باشه، یعنی در فلش ما تنها موزیک است، کدام عمل باید انجام بده؟ آیا پلیش کنه در اودو پلی، آیا در بخش کلاسیک باید پلی کنه، یا مثلا در خود ویندوز میدیا پلیر پلی کنه، هیچ کدام عمل را انجام نده، یا همیشه یعنی به شکل فولدر برام بازش کنه، یا همیشه از پیش ما پرسان کنه که من چی کار باید انجام بدم. یا میکسد کانتنتس باشه اگر معلومات مختلف در بین یک فلش ما باشه، مثلا تصویر هم باشه، ویدیو هم باشه، تکست هم باشه، پروگرام هم باشه، گیم هم باشه، چندین فایل مختلف در یک فلش ما می باشه. باز در اینجا ما میتونم که این سی آپشن دیگه انتخاب کنم، هیچ کدام عمل را انجام نده، فولدرش بر ما باز کنه، یا همیشه از پیش ما پرسان کنه.
به این شکل چون این بخش مربوط فلش یا چپ ریدر و یا چپ بود، قسمت بعدی بخش کامera است. زمانی که یک کامera را یک دیوایس دیگه است که من در کامپیوتر وقتی که موصل میکنم، البته میموری کارت از او در کامپیوتر موصل میشه، در این چی کار انجام بده؟ آیا بر ما پلی کنه یا ای که در کدام میدیا پلیر را بر ما پلی انجام بده، هیچ عمل را انجام نده، فولدرش بر ما باز کنه یا همیشه از پیش ما پرسان کنه. با این شکل اگر کدام دیویدی را من در کامپیوتر خود مندازم و او دیویدی که در او مووی است یا فیلم است، کدام کار را باید انجام بده، اما آپشن های قبلی است من میتونم انتخاب کنم. یا مثلا در اینجا دیویدی دیگه را که من مندازم چی کار را باید انجام بده، یا یک دیویدی سفید من مندازم در کامپیوتر، البته در دیویدی رایتر، اگه دیویدی رایتر باشه برن فایل تو دیسک، یعنی اتومات بر ما یعنی ثبت میکنه کدام فایل آماده اگه من تیار داشته باشم در بخش دیویدی درایو. وقتی که من دیویدی سفیده در کامپیوتر وارد میکنم اتومات بر من او را سیف میکنه یا ثبت میکنه یا میخوانه در خود همو دیویدی، یا ای که کدام عمل را انجام نده یا از پیش من میشه پرسان کنه. مثل از اگه کدام دیویدی اودیو می باشه چی کار رو باید انجام بده، در اینجا من میتونم همو وظیفش تعیین کنم. و در این قسمت هم بخش اونمو دسکایی است که مووی دش می باشه یا مثلا به شکل ساده سفید کدام دسک را من در کامپیوتر میندازم، از اینجا میتونم که برش انتخاب کنم. یا اگه سی دی را من در کامپیوتر وارد میکنم، یعنی سی دی به کدام سی دی اودیو باشه یا مثلا سفید باشه یا ویدیو باشه یا به چه شکل باشه، من میتونم از اینجا من همون تغییرات بالای هر کدامش من ایجاد کنم. اگر کدام سافتویر یا گیم در کامپیوتر ما یعنی وارد میسازم، چی کار باید انجام بده؟ اتومات اینستالش کنه، هیچ کدام عمل را انجام نده، فولدر بر ما باز کنه یا همیشه از پیش ما پرسان کنه. یا اگر کدام دیوایس تلفن مثلا در کامپیوتر از طریق همو لاین یو اس بی ما در کامپیوتر وصل میسازم، در اینجا کدام کار را باید انجام بده من میتونم که انتخاب کنم که یعنی عملی را انجام بده. در کل ما میتونیم از بخش خود اتوپلی ما آپشن های را یعنی تعیین کنیم که زمانی که ما فلش یا سی دی یا کامera یا چپ ریدر یا هر چیزی را که من در کامپیوتر وصل میکنم، یا کدام سافتویر باشه، دیویدی باشه، سی دی باشه، در کامپیوتر وقتی که ما وصل میکنم کدام عملیه آلت اتوپلیش چگونه باید باشه، تمامش من میتونم در اینجا تغییرات ردیشی ایجاد کنم، البته به طور دلخواه هر چیزی که من میخوایم. اگه من در اینجا چندین جای ما تغییرات آوردم، فرض کنید که ببینید در چند قسمت ما تغییرات آوردم، حالا من میگم که نه بسیار تغییرات اشتباه شده است پیش من، تمام از این تغییرات باید پس دوباره به حالت اولش بیاید. در اینجا یک آپشن ما داریم به نام Reset All Defaults، تمام تغییراتی که آمده کلش پس دوباره به حالت اول یا حالت استاندارد میاره. وقتی من بالا از کلیک میکنم ببینید تمامش پس دوباره به مو حالت اولی یا مو حالت استانداردی که در سابق بود او را بر من تمامش عیار میسازه و آماده میسازه. این بود قسمت آپشن اولی که به نام اوتو پلی بود، به خاطر اتومات پلی کردن او دیوایس هایی که در کامپیوتر ما تازه وارد میشه چی عملیه را باید انجام بده. آپشن های بعدی را انشالله در درس بعدی ما شما خواهد خواندیم. این بود درس امروز ما شما. خداحافظ و ناصر شما.